الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ای اهل توحید، ای مردان و جوانان امت، در این یک چند روز همه شما با چشمان سر مشاهده کردید که کفار همه یک ملت هستند. کافرها گرچنده که دولت‌های مختلف دارند، گرچنده که زبان‌های مختلف دارند، اما همه در مقابل اسلام یک جماعت و یک کافرند. شما مشاهده کردید که این کافرها بغض و عداوت و شدید نسبت رسول الله صلی الله علیه و سلم، نسبت قرآن، نسبت دین و نسبت من و شما مسلمان ها دارند و این بغض و عداوتشان نو به وجود نآمده است. از اولین روزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی الله سبحانه و تعالی دعوت میکردند، این بغض و عداوت شروع شده بود. سبب همه این بغض و عداوت این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم به سوی توحید، به سوی یکتاپرستی دعوت میکردند، به سوی براءت از کفار و مشرکین و براءت از الههای باطل دعوت میکردند. مشرکین این دعوت رسول الله را قبول نکردند. گفتند که آیا الههای ما را انکار میکنی؟ آیا دین ما را عیبدار میدانی؟ آیا ما را تحقیر میکنی؟ آیا الههای با این الها را یک اله میگویی و دیگر الها را انکار میکنی؟ و بالاخره نقشه کشیدند که رسول الله را بکشند، نقشه کشیدند که رسول الله را از راهش برگردانند. پیشنهاد کردند دنیا را، پیشنهاد کردند ریاست را، پادشاهی را، زن و فرزند و مال را. هیچ کاری نکرد. شروع کردند به طعنه زدند. گفتند که این محمد صلوات الله ربی و سلامه علیه مجنون است، ساحر است، شاعر است، افسانه میگوید. هیچ فایده اشان نداد. بالاخره رسول الله صلی الله علیه و سلم را الله سبحانه و تعالی نصرت داد. بله، نصرت دهنده رسول الله، نصرت دهنده این دین و حفظ کننده کتابش، کتاب قرآن، این الله است. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ما قرآن را نازل کردیم و همانا که ما قرآن را حفظ میکنیم. اما به مرور زمان کافرها کوشش کردند که حتی قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم را بکابند و رسول الله را از درون قبرشان بگیرند و به جای رسول الله یک سگ را بگذارند. چه خیلی که این در سال 600 هجری، عصر 5 هجری، 6 هجری این قصه معروف است. اما مسلمان ها از این چیز درک یافتند و قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم را حمایت کردند. غافل همان کسی است، مسلمان غافل همان کسی است که فکر کند که امروز کفار خواب است، فکر بکند که کفار هیچ نقشه بالای مسلمان ها ندارد. هر مسلمانی که این فکر را میکند این یک غافل است، یک بیچاره است و حالا حقیقت را نفهمیده است. سبحان الله، این 1400 سال و 500 سالی که گذشته ایستاده است، از اولش تا آخرش مبارزه بین کفر و ایمان است، مبارزه بین اسلام و شرک است، مبارزه بین توحید و شرک است و مبارزه بین اهل ایمان و اهل کفار و شرک است. این مبارزه حق و باطل تا روز قیامت ادامه خواهد داد. پس من و شما مسلمان ها
باید بیدار باشیم، باید از حقیقت با خبر باشیم و حقیقت ها این توحید است. باید رسول الله صلی الله علیه و سلم را دوست بداریم و حمایت بکنیم چگونه ای که صحابگان دوست می داشتند و حمایت می کردند، که اولین دوستداری و اولین حمایت و اولین نصرت رسول الله این آموختن توحید، موحد شدن، از شرک و مشرکین و کفار براءت کردن است. امروز بله، کفار وقتی که همه یک جا شدند و زبان همه کفار این دولت فرانسه شد، پادشاه فرانسه، پرزیدنت فرانسه لعنت الله علیه این مکرون آشکار بر رسول الله صلی الله علیه و سلم و به دین اسلام و به همه مسلمان ها طعنه زد. رسم رسول الله را به بنای حکومتی بزرگ کرد و چسبانید که در اونجا رسم رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرز تحقیر کشیده شده است. بسیار مسلمان های الحمدلله ضدیت کردند، به کوچه ها ریختند، تظاهرات کردند، به نزد سفارت ها رفتند، اما از بین این مسلمان ها بسیاری اونها که دعوای دوستداری رسول الله را دارند مخالف به منهج رسول الله، مخالف به نشانداد رسول الله صلی الله علیه وسلم هستند. بزرگترین دعوت رسول الله، اصل دعوت رسول الله این توحید بود که توحید این قبول کردن لا اله الا الله و براءت کردن، براءت نمودن از کفار مشرکین است. بله، وقتی که امت اسلام به این دعوت رسول الله چنگ میزند و براءت از کفار و مشرکین میکند، کفار و مشرکین و مرتدین را میشناسد و از اونها براءت میکند، بغض و عداوت به اونها میکند، البته که الله این جماعتی کوچک و خرد را نصرت میدهد. کم من فئة قلیله غلبت فئة کثیره باذن الله. چقدر طائفه های کم طائفه های زیاد و بزرگ را غلبه کرده اند و مغلوبشان کرده اند، این به اذن الله بود. صحابگان از اولین روزشان تا آخرین روز همیشه جماعتشان کوچک بود، اما وقتی که بروی کفار می ایستادند، بروی لشکرهای 100,000 و 200,000 و 400,000 می ایستادند، اونها را مغلوب می کردند و شکست می دادند. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه اونها براءت داشتند، اونها موالات داشتند، رسول الله را دوست داشتند، مؤمنین را دوست داشتند، شریعت را دوست داشتند و کفار و مشرکین را می شناختند و بد می دیدند و براءت داشتند. امروز مصیبت مسلمان ها این است که کفار را نمی شناسند، مشرکین و مرتدین را نمی شناسند، براءت حقیقی که الله و رسول از اونها خواسته است به جا نمی آورند. امروز چقدر مسلمان های هست که آرزویی در اروپا زندگی کردن را دارد، آرزویی در فرانسه زندگی کردن را دارد، باز مسلمان 5 وقت نماز میگوید خودش را، نمیداند که رسول الله گفتند من براءت خود را اعلان کرده ام، من بیزار هستم از همان مسلمانی که در بین کفار زندگی میکند، چی برسد در بین کفاری که آشکار و واضح دشمنیش را بر رسول الله میکند. اما بدانید ای مؤمنین، این روزهای گذشته و روزهای آینده اختبار ایمان من و شما است. چه خیلی که در حدیث صحیح آمده است که امام احمد در مسندشان والله اعلم روایت میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ان الله لا یغربل، همانا که الله هر یک مؤمن و موحدین و مسلمان های را که دعوا میکنند که مسلمان هستیم از غربل میگذراند، یعنی از سنجش میگذراند. این هم یک سنجش بود که کیها رسول الله را دفاع میکنند، کیها حقیقتا به منهج رسول الله چنگ میزنند و کیها در صف این مدرسه رسول الله صلی الله علیه و سلم میایستند. فقط
به یک کوچه برآمدن و تظاهرات کردن کار به پایان نمیرسد، بلکه باید در همون راه و در همون روش باشی که رسول الله تو را نشان دادند که این توحید است، براءت از کفار و مشرکین است. بله، الله سبحانه و تعالی میگوید فاصدع بما تؤمر و اعرض عن المشرکین انا کفیناک المستهزئین. ای محمد صلی الله علیه وسلم، حق را آشکار بگو و باطل را از حق جدا بکن و حق را از باطل جدا بکن و سخن حق را بگو. هر آن چیزی که الله به تو امر کرده است برسان و ما تو را از استهزا کننده ها، اذیت دهنده ها، تحقیر کننده ها کفایت میکنیم. خودی الله کفایتی حفظ رسول الله را گرفته است. الله یعصمک من الناس، الله یعصمک من الناس. الله تو را از مردم حفظ میکند، از دشمنانش حفظ میکند. اما وظیفه امت اسلام است که ایمان خودش را حفظ بکند. ایمان من و شما همان وقت حفظ می شود که دشنام دهندگان رسول الله را نابود بکنیم. چگونه ای که صحابگان این عمل را انجام می دادند. معروف است یک مرد نابینا به زن خودش می گوید که رسول الله را تحقیر نکن، اما یک چند بار وقتی که این عمل را انجام می دهد زنش را به قتل می رساند و به نزد رسول الله می آید و خبر می دهد که رسول الله صلی الله علیه و سلم او عمل او را اقرار می کنند. محمد ابن مسلمه، کسی که به خاطر دفاع رسول الله، به خاطر اینکه یک اذیت دهنده رسول الله نابود بشود، تقای خودش را به قتل می رساند. عبدالله ابن انیس دشنام دهنده رسول الله را به قتل می رساند و شتابان به نزد رسول الله می آید صلی الله علیه و سلم و به رسول الله خرسندانه خبر می دهد و رسول الله هم خرسند می شوند، خوشحال می شوند که یک اذیت دهنده که رسول الله را، مؤمنین و موحدین را اذیت می داد و دشنام می کرد نابود شده است. و به عبدالله ابن انیس رسول الله عصای را می دهند، عصای خودشان را می دهند. عبدالله ابن انیس می پرسند که ای رسول الله من به این چکار بکنم؟ رسول الله می گویند به این تکیه بکن و این عصا را همراه خودت بگیر و وقتی که وفات کردی همراه خودت گوران، یعنی به گوراننده ها بگو که همراه تو گورانند، همراهت باشد. در روز قیامت وقتی که از قبرت میخیزی با همراهی همین عصا میخیزی و من به سبب همین عصا تو را میشناسم و تو را شفاعت میکنم. به خاطر این که تو یک اذیت دهنده مرا دشنام میداد نابود کردی. الله اکبر، الله اکبر. البته این شرفی بزرگ است که به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم، به خاطر دفاع رسول الله صلی الله علیه و سلم قدم بزنی و او اذیت دهنده رسول الله را اذیتش بدهی و به خاطر رسول الله تظاهرات بکنی و به خاطر رسول الله از خرید و فروش با این دولت فرانسه و از خریدن چیزهای این دست بکشی و مقاطعت بکنی و اینها ضرر برسانی. این از ایمان است، این از توحید است. بله، این از دوستداری رسول الله صلی الله علیه و سلم است. جوان مردهای ملت تاجیک هم بی‌طرف نبودند. جوان مردهای ملت تاجیک، این مردان شجاع، این کسانی که اجدادشان مؤمنین و موحدین بودند، در این قضیه بی‌طرف نبودند. تاجیک بچگان، در این مسلمانان تاجیک جوانان در همه گرد و اطراف عالم البته که قدم برداشتند به خاطر دفاع رسول الله. اینچنین در شهر مسکو، در این مرکز کفار، در رأس کفار، در این مکانی که البته دشمنیش از فرانسه کمی ندارد، خیستند و در نزد سفارت این طاغوت ها کلمه اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله را برداشتند. ندای الله اکبر را برداشتند و گریه به خاطر رسول الله کردند و حقیقتا ایمان خود، توحید خود را نشان دادند. اینها البته چگونه که من خبر دارم موحدین بودند که به خاطر دفاع رسول الله خیستند. پس خوشا به حال شما ای جوانها، خوشا به حال شما که به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم آماده اید خود را فدا بکنید. انا همین است
که دوستداری خود را شما نشان دادید. شما نشان دادید که رسول الله صلی الله علیه و سلم را از منفعت‌های دنیوی، از این همه زندگی و از جان خود زیادتر دوست دارید. بله یک چند نفری اونها را بردند حبس کردند، اما حبس شدن به خاطر دفاع رسول الله صلی الله علیه و سلم این شرف است. بله بعضی از شما لطکوب شدید از جانب لشکر کفار روس، از این طاغوت ها، اما لطکوب شدن به خاطر دفاع رسول الله صلی الله علیه و سلم این شرف است، این فضل است. شاید همین حبس شدن شما، شاید همین لطکوب شدن شما به خاطر دفاع رسول الله شما را در روز قیامت به شفاعت رسول الله گرفتار بکند. خوشا به حالتان. بله شما نصرت ندهید هم الله رسول الله صلی الله علیه و سلم را نصرت دادش. الا تنصروه فقد نصرهم الله، فقد نصره الله، الا تنصروه فقد نصره الله. شما نصرت ندهید هم الله رسول الله را نصرت داده است، اما این نصرت دادن شما اثبات ایمان شما است، ثابت کردن ایمان شما است. سبحان الله. بله الله به شما نشان داد، به من و شما یک بار دیگر نشان داد که کفار نسبت ما حسد دارند، نسبت ما دشمنی دارند. ود کثیر من اهل الكتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا. فراموش نکنید ای اهل اسلام که همه کفار دوست دارند که شما را بعد از ایمانتان دوباره به کفر گردانند و کافرتان کنند. لو یردونکم من بعد ایمانکم، بعد از ایمانتان میخواهند که باز کافر بکنند، به خاطر اینکه حسد دارند، به خاطر اینکه دشمنی دارند، به خاطر اینکه نمیخواهند که دین رسول الله صلی الله علیه و سلم و منهجش پیش برود. اما شما وقتی که این عمل این کفار را دیدید، باز زیادتر تعلیم بگیرید، دین را، توحید را چنگ بزنید، به سنت رسول الله و سنتش را زنده بکنید. اینها به مال، به قوت، به لشکر، به همه چیز میخواهند که مسلمان ها را نابود بکنند، منهج رسول الله را نابود بکنند، نام رسول الله را به تمام نابود بکنند. اما الله حفظ میکند. اما اگر من و شما ای مؤمنین و موحدین اگر یک جا شدیم، یک جماعت شدیم، گرچنده که کم باشیم، کفار به لرزه می آیند. خیلی که امروز این مکرون لعنت الله علیه پادشاه فرانسه از سخنهای گفته اش که 2 هفته و 3 هفته پیش گفته بود برگشت، اما به او فایده ندارد. الله لعنتش بکند، لعنت بکند همون طرفدارانش را، لشکرانش را و همون مسلمان هایی که هم فکر مکرون هستند، خود را مسلمان میگند. و امروز به شما ای موحدین باز آشکار شد حقیقتی مدخلی ها، هم از شیخای عربش، هم از تاجیکش، هم از روسش. امروز مدخلی ها شب و روز دفاع میکنند کفار را، شبهات میارند که بین شما و اونها عهد است. عهد تا زمانی هست که یک جانب عهد را نشکند. وقتی که کفار رسول الله صلی الله علیه و سلم را تحقیر کرد، هیچ عهد بین ما و اونها باقی نمیماند. شما اسلام را تغییر دادید و اسلامی که شما می آموزید و می فهمید و تعلیم می گیرید این دیگر اسلام است، اسلام سلف صالح نیست. شما از منهج سلف صالح بیرون شدید ای مدخلی های گمراه. شما امروز شب و روز دفاع میکنید کفار را و شب و روز دشنام و لعنت میکنید دفاع کننده های رسول الله را. این برادر ما که الله رحمتش کند به خاطر رسول الله صلی الله علیه و سلم جانش را فدا کرد، عبدالله چچنی، شما اون را دشنام و تحقیر و حکم میکنید. اما او در نزد الله و رسول، اما او در نزد مؤمنین و موحدین بهترین انسان است. الله قبولش بکند. پس از همین جهت دعوت میکنیم جوانهای ملت تاجیک را به سوی توحید، به سوی آموزش سیره رسول الله،
به سوی آموزش مقصدی اساسی و منهجی اساسی رسول الله که این توحید است. ای جوانها، توحید را بیاموزید، زندگی خود را به توحید نورانی گردانید و شما هیچ هراس از کسی نداشته باشید، زیرا که اگر موحد باشید عاقبت شما در این دنیا و آخرت البته که درخشان است. الله خود شما را نصرت می دهد وقتی که شریعت را نصرت دادید، وقتی که دین را نصرت دادید، وقتی که الله و رسول الله را نصرت دادید. این تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. اگر شما الله را نصرت دادید، الله شما را نصرت می دهد، کمک می کند و قدم های شما را ثابت می گرداند. صاحب این عالم الله رب العزت و الجلال است. همه قلب های این عالم در بین انگشت الله است. پس شما به الله توکل بکنید، به الله خود را بسپارید و دین الله را زنده بکنید. بیایید همه یک جا موحد باشیم و براءت خود را از کفار مشرکین اعلان بکنیم و زنده بکنیم و آشکار بکنیم. از این مشرکینی که مرتدینی که امروز از طاغوت ها هستند، از قبوری ها هستند، از این دموکرات ها هستند، از اینها هم براءت خود را اعلان بکنیم. از این مدخلی های گمراه، از این حزبی های گمراه که فقط مسلمان ها را طعنه میزنند، از اینها هم براءت خود را اعلان بکنیم. حقیقت اینها را شناختید. این واقعه حکمتش همین است که مؤمنین واقعی، موحدین واقعی کی بودنشان آشکار می شود و این چنین منافقین، زنادقه، مرتدین، طاغوت‌ها، دشمنان اسلام البته که آشکار می شوند. چگونه که این خائن‌های حزبی و مداخله البته که حقیقتشان را آشکار کردند. پس با جماعت موحدین باشید، در منهج نشان داده رسول الله صلی الله علیه و سلم باشید. رسول الله که بعد از خودش هیچ فرزند پسری را نگذاشت، اما مثل شما مردهای را گذاشت و به خاطر شما رسول الله صلی الله علیه و سلم دعا میکرد و امتی گویان، فریاد کنان ندا میکرد و از الله طلب مغفرت شما را میکرد. شما فراموش نکنید که رسول الله در حق شما فکر نکرده بود. در حدیث صحیح آمده است که رسول الله میگویند، به صحابگان میگویند که لوددت لو رأیت اخوانی، من چگونه دوست دارم که برادرانم را ببینم. صحابگان گفتند اولسنا اخوانک، آیا ما برادران تو نیستیم؟ رسول الله گفتند که انتم اصحابی، شما صحابگان من هستید، اما برادران من اخوانی لم یأتوا بعد، حالا نآمده اند. من و شما هستیم برادران رسول الله صلی الله علیه وسلم که رسول الله را ندیدیم، صحابگان او را هم ندیدیم صلی الله علیه و سلم رضی الله عنهم، اما به او ایمان آوردیم، منهج او را فهمیدیم، آموختیم و ان شاء الله که خودمان را با همه هستیمان فدای او قرار خواهیم داد. فدای او رسول الله صلی الله علیه و سلم که آخرین پیامبری این عالم هستند. بله، یهودی های خوبسا الله لعنتشان بکند رسول الله را طعنه زدند و گفتند که خوشحال شدند که مات محمد وفات کرد و از عقوبش مردها را نگذاشت، فرزند نگذاشت. محمد مات ولم یترک ولده، محمد وفات کرد و بعد از خودش یگان فرزند، یگان مرد نگذاشت. گویان رسول الله را و امت اسلام را طعنه زدند، اما به خبر هستند که این امت اسلام شیرمردان دارد، موحدان دارد، جوانهای دارد که خود را گشته و برگشته صدها بار فدای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می کنند. میلیون ها جوانهای هستند که صدها بار خود را فدا و صدقه رسول الله صلی الله علیه و سلم خواهند کرد.
هستیم جوانها و مردها. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نهبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. از مؤمنها مردهای هستند که صادق هستند و بر عهد و پیمان و وعده کرده خود صادق هستند و ایستاده اند و عهد و پیمان خود را تغییر ندادند. بعضی از اونها شهید شدند و بعضی دیگری اونها زنده هستند و انتظار هستند شهادت را در راه الله. لعنت الله بر شما ای دشمنان الله و رسول، ای یهود و خبثا، ای نصرانی های مشرک. بدانید که این امت مردها دارد، صادقین دارد، موحدین دارد که به خاطر لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم جان خود، فرزند و زن و پدر و مادر و برادر و دیگر همه دنیای خود را ترک میکنند. زیرا که ما رسول الله صلی الله علیه و سلم را از همه چیز زیادتر دوست می‌داریم. پدر و مادر من و پدر و مادر تمام مؤمنین فدای رسول الله صلی الله علیه و سلم است. جانمان فدای رسول الله صلی الله علیه و سلم است. به همین خاطر است که هزارها جوانان در این راه شهید می شوند. اینها فناتیکی، خیلی که شما میگید که اینها دیوانه شده اند، فناتیک شده اند، نمیفهمند. نه، اینها میفهمند. اینها دانستند و فهمیدند و به خاطر همین خود را به رسول الله فدا میکنند. اینها دانستند و فهمیدند که بهترین زندگی و بهترین قدر و قیمت در نزد الله این است که جانم را به خاطر لا اله الا الله محمد رسول الله، به خاطر اعلاء کلمت الله، به خاطر نصرت رسول الله هدیه بکنم، به الله بفروشم و به عوض این رضاگی الله سبحانه و تعالی را بگیرم. الله اکبر، الله اکبر. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. همانا که الله از مؤمنها نفسهایشان را خریده است. مؤمنها نفسهایشان را فروخته اند به الله. پول و مال و جان و دیگر همه چیزهایشان را فروخته اند و به عوض این رضاگی الله و جنت الله سبحانه و تعالی را میگیرند. این دنیا دنیای فانی است، دنیای باقی این دنیای من و شما است. پس ای اهل توحید، به همدیگر خاکسار باشید، دوست باشید، کمک کننده و نصرت دهنده باشید و با کفار و مشرکین و مرتدین و طاغوت‌ها شدید و غلیظ و سخت باشید، چگونه که خود الله گفته است: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. سختگیر به کفار، رحمگین بین همدیگر، مهربان بودند. اذلة علی المؤمنین اعزة علی الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم. خاکسار و متواضع در بین مؤمنین و موحدین و غلیظ و سختگیر و شدید عزیز در بالای کفار و مشرکین هستند و در راه الله جهاد میکنند و از ملامت کننده ها هیچ ترس و هراسی ندارند. پس هر کس به قدر و توانایی خودش رسولش محمد صلی الله علیه و سلم که الله خودش درود و سلام به او فرستاد نصرت بدهد، کمک بکند، دین را کمک بکند، نصرت بدهد، در گرد طالب علمان اهل سنت و الجماعت جمع بشوند و با همین واسطه توحید را نشر بکنیم. نصرت دادن دین این نصرت دادن توحید است. نصرت دادن دین این نشر کردن توحید است. نصرت دادن دین این موحد بودن است. موحد حقیقتی
دوست بودن به رسول الله را میداند. موحد حقیقت نصرت رسول الله را به جا می آورد. موحد حقیقت کفار را می شناسد. موحد حقیقت بدبینی کفار را در دلش و در جسمش و در ظاهرش دارد. غیر موحد این چیزها را ندارد. از همین جهت گشته و برگشته می گوییم موحد باشید. ما مسلمان ها سبحان الله باید بدانیم که این کفار قوی نشدند، بلکه ما ضعیف شدیم. زمانی که از توحید دور شدیم، از همون زمان ما ضعیف شدیم. اما امروز که دوباره به توحید چنگ زده ایستاده ایم، ببینید که چگونه اونها عقب نشینی میکنند. توحید را آموزید، توحید را حفظ بکنید و توحید را نشر بکنید. انمین است نصرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. بارک الله فیکم و حیاکم الله و بیاکم.